حکم روزه زنانی که دچار مشکل هستند، زنی که حامله و باردار هست و همچنین زنانی که کودکان و نوزادان شیرخواری دارند و همچنین انسانهای پیر و فرتوتی که افتادند و توان روزه گرفتن را ندارند، اهم از زن یا مرد، چه پیرمرد باشند چه پیرزن باشند. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه امروز انشاءالله میپردازیم به بیان حکم روزه زنانی که دچار مشکل هستند، زنی که حامله و باردار هست و همچنین زنانی که کودکان و نوزادان شیرخواری دارند و همچنین انسانهای پیر و فرتوتی که افتادند و توان روزه گرفتن را ندارند، اهم از زن یا مرد، چه پیرمرد باشند چه پیرزن باشند. اساساً ما این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که دین اسلام دینی هست که همسو با نیازهای انسان هست و حالتهای استثنایی انسان را، ضعف انسان را، بیماری انسان را و مواردی دیگر را که به عنوان یک نوسان و یک نوع آشفتگی در روح و روان انسان به وجود میاد و پدید میآید، تمام اینها را الله متعال در تشریع احکام مد نظر قرار داده. دین مبین اسلام دین رحمت هست، دین عطوفت هست و هدف از تشریع این احکام، هدف از تعیین این عبادت ها این هست که من و شما به وسیله انجام این عبادت ها تقرب بجوییم به درگاه الله متعال و به یک کمال برسیم. هدف این نیست که الله متعال با این اعمال و با این تکالیف و با این احکام شرعی الله متعال ما را در واقع به گونه‌ای آزار بدهد، بلکه برعکس الله متعال می‌خواهد که با این احکام و با این شریعت و با این عبادت ها، اهم از نماز و روزه و زکات و حج، در واقع ما را تزکیه بکند، ما را به کمال انسانی برساند و روح و روان ما را به یک آسایش و آرامش در واقع غیر قابل تصور برساند. پس بنابراین میبینیم که در حالاتی که انسان نمیتواند این عبادت را انجام بدهد، این تکلیفی را که الله متعال در حالات عادی برای انسانها تعیین کرده، اگر انسانی دچار مشکل بود، بیمار بود یا عوارض دیگری را داشت، الله متعال این حکم را به اندازه اون و در سطح اون در واقع تنزل میدهد. حکم نماز را به هر گونه که میتوانید نماز بخونید، اساساً باید ایستاده نماز بخوانید، اگر نتوانستید نشسته نماز بخوانید، اگر نمیتوانستید که نشسته حتی نماز بخونید به حالت دراز کشیده و خوابیده نماز بخوانید، اگر نمیتوانستید که حتی رکوع و سجده بکنید، حکم شرعی این است که با اشاره نماز بخوانید. یعنی حکم نماز و همچنین احکام دیگر شرعی با حالتها و ضعف انسان کاملا تطابق دارند و همسوی با نیازها و تمایلات انسان هست. در این زمینه هم زنانی که دچار مشکل هستند از نظر روحی، روانی و از نظر جسمانی، یک وضعیتی را دارند که شاید نتوانند که روزه را در واقع تحمل بکنند، الله متعال به اونها اجازه داده. زنانی که باردار هستند به خاطر جنینی که در شکم دارند، یا زنانی که در واقع فرزندانی دارند که اونها را شیر میدهند،
نوزاد و کودکان شیرخواری را دارند و همچنین انسانهای پیر و فرتوتی که در واقع افتادند و توان روزه گرفتن را در واقع ندارند، الله متعال یک حکم دیگر را جایگزین حکم روزه در واقع برای اونها بیان کرده و یک نوع تعدیلی در این حکم برای اونها وجود دارد. اما زنانی که به خاطر بارداری یا به خاطر این که فرزندان شیرخواری را دارند، حکم شرعی در این زمینه این هست که اونها می توانند که افطار بکنند، یعنی حکم اجازه دارند از نظر شرعی این روزه ها رو روزه نگیرند. اهم از این که یعنی متفاوت هست این احکامی که در این زمینه، یعنی حالت هایی که در این زمینه دارند، اهم از این که زن باردار چی ترسش بر خودش باشد یا به خاطر جنینی که در شکم دارد، و همچنین زنی که در حالت و در زمان شیر دادن به نوزاد خودش هست و فرزند شیرخواری را دارد، چه خوفش و ترس و بیمش به خاطر سلامتی خودش باشد یا به خاطر سلامتی فرزند شیرخوارش باشد. در هر دو صورت زن اجازه دارد که از نظر شرعی روزه ماه مبارک رمضان را به تأخیر بیاندازد. با این یک حکم شرعی هست که حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیثی که اصحاب سنن اون روایت کردند در این زمینه میفرمایند که ان الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاه. الله متعال از مسافر فرضیت روزه رمضان را و نصف نماز را از اون در واقع حذف کرده، یعنی بر عهدهش لازم نیست. در زمانی که در سفر هست روزه بر اون لازم نیست و همچنین نماز 4 رکعتی تبدیل می شود و تغییر می یابد به 2 رکعت. این درباره کسانی که در حالت سفر هستند. و در ادامه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند و عن الحبلى والمرضع الصوم. و الله متعال از زنی که باردار هست و زنی که فرزند شیرخوار دارد، الله متعال روزه را هم از اونها در این حالت ساقط کرده، یعنی حکم فرضیت روزه بر اونها اجرا نمی شود. این درباره زنانی که در واقع مشکل دارند و به خاطر مصلحت خودشون یا مصلحت جنینی که در شکم دارند یا به خاطر مصلحت کودک شیرخواری که دارند نمی توانند روزه بگیرند. از نظر شرعی الله متعال به اونها اجازه داده که این روزه را به تأخیر بیاندازند. و همچنین در موارد دیگری که در واقع وجود دارد که شبیه به این موارد هستند، فرض بکنیم مانند زن و مرد پیرزال و پیرمردی که در واقع نمیتوانند روزه بگیرند، ضعیف شدند و توانشون و نیروشون کلا به تحلیل رفته و توانایی روزه گرفتن را به هیچ عنوان ندارند. در این زمینه هم شریعت اسلامی تسامحی دارد و به این افراد اجازه داده که در واقع روزه نگیرند، زیرا که توان روزه را ندارند. و دین مبین اسلام احکامش یک احکام قهری نیست که در هر حالت انسان باید این احکام را انجام بدهد، ولو این که به بهای جان اون فرد باشد. دین مبین اسلام چنین حکمی را در واقع ندارد. و در ابتدای اسلام حکم چنین بود که الله متعال ابتدا برای وقتی که قبل از اینکه روزه فرض بشود اجازه داده بود که هر کسی که میخواهد روزه بگیرد میتواند روزه بگیرد و اگر کسی نمیخواهد روزه بگیرد به جایش فدیه بدهد. و این آیه در واقع نازل شد و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. و اون کسانی که روزه را میتوانند روزه بگیرند حکم شرعی و نمیخواهند که روزه بگیرند حکم شرعی این هست که اونها در واقع فدیه بدهند. این در ابتدای اسلام بود. اما این حکم در واقع منسوخ شد، اما همچنان برای پیرمرد و پیرزنی که نمیتوانند روزه بگیرند این حکم در واقع همچنین پابرجا هست. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میفرمایند که پیرمرد و پیرزنی که به خاطر سن بالایشون به خاطر ضعفشون نمیتوانند روزه بگیرند حکمشون این است که اونها مجاز هستند، میتوانند که روزه نگیرند و به جای این در واقع فدیه بدهند. این حکم شرعی هست که حضرت عبدالله ابن عباس بازم در روایت دیگر میفرماد رخص للشیخ الکبیر ان یطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیه. این روایت را حاکم نقل کرده که
برای پیرمردی که نمیتواند روزه بگیرد الله متعال بهش رخصت داده و اجازه داده که روزه نگیرد و به جای هر روزی که روزه نگرفته یک مسکین رو در واقع قضا بدهد. حتی حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه در اواخر عمرش 1-2 سالی نمیتونست روزه بگیرد. در آخر رمضان تعدادی از مساکین رو جمع میکرد، 30 نفر رو دعوت میکرد و یک غذای به اونها میداد و این بود یک فدیه شرعی. و فدیه هم به اندازه‌ای هست. کسی که نمیتواند روزه بگیرد، بیماری که نمیتواند روزه بگیرد، مانند این پیرمرد و پیرزالی که به ضعف زبونی رسیدند و توان ندارند که روزه بگیرند، جایز هست که روزه نگیرند و به جایش فدیه بدهند و فدیهش در واقع 1.5 کیلو از غذایی هست که در منطقه در عموما استفاده میکنند. 1.5 کیلو گندم باشند یا جو یا برنج یا خرما یا اقلام دیگری که به عنوان مواد اصلی و مواد غذایی در منطقه استفاده میشوند. تا برنامه دیگر تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.